خب عزیزان دل، عشقای داشمیر، کسایی که شوهر دارید یه وقت ناراحت نشن شوهراتون. من بهتون میگم عشقای داشمیر، منظورم اینه که شما هنرجو نیستید، کارآموز نیستید، دانشجو نیستید، رفیقامید. یه چنین وایبیو میخوام بهتون برسونم. اونایی که همسرشون من بعدشون میاد بدونن که من قصد بدی ندارم. ضمن اینکه خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب با امیر. توی این ویدیو قراره که 5 تا ایده از کامیونیتی انگلیسی که نیاز به صحبت کردن نداره، گاهن نیاز به چهره هم نداره، مختص واقعا ایرانیاست و از نظر من واقعا یه دید بلند مدت روی این 5 تا ایده میتونید داشته باشید. ایده ها رو با هم توی ویدیو میبینیم، کامل راجبشون صحبت میکنیم، آنالیزشون میکنیم و به نظر من ایده هایی هستن که واقعا پتانسیل رشد درآمدی بالایی دارن، یعنی واقعا میتونید روشون حساب باز کنید. میریم سراغ ویدیوها. فقط یادتون نره که کانالو دیگه از حواشی به دور شدیم، اون اخبار زرد یوتیوب فارسی، و از این ویدیو به بعد کلا قراره یوتیوب رو بهتون آموزش بدم، ایده ها رو با هم آنالیز کنیم و کلی یه کانال فول پکیج آموزشی قراره ببینید دیگه. خلاصه کانال رو یادتون نره سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید که ساجست چه براتون ویدیوهای بعدی و یه ساپورتی هم از کانال کرده باشید. هر ویدیو و آموزشی هم که دوست دارید من براتون توی این کانال بذارم و میتونید کامنت کنید. من چون تعداد کامنت ها فعلا کمه همه رو میخونم که باب میل شما کانتنت بسازم. بریم سراغ ایده ها. خب ایده اول ایده تمیز کردن وسایل. هر چیزی که، یعنی کانسپت کلی این ایده باید تو ذهنتون این شکلی باشه، از این که اوکی من هر چیزی که تو محیط اطرافم میبینم رو میتونم تمیز کنم. میتونم عمدن، مثلا من 6-7 ماه پیش یه پست گذاشته بودم از این که اوکی من ماشینمو میشورم و همین ویدیو رو میذارم تو یوتیوب. طرف میگفت 2 تا سوال بود. یکی این که مگه چقدر در طول هفته اون وسیله نقلیه کثیف میشه که ما بخوایم تمیزش کنیم تولید محتوا کنیم؟ جوابش اینه که شما عمدن کثیفش میکنید، بیش از حد کثیف میشه حتی. یعنی اینطوری نیست که ماشین یه خاکی روش باشه، نه، ماشین، وسیله، هر چیزی دور و براتون هست و گلی کنید، کثیف کنید، اون حس رضایت بخشی رو بده، مخاطب حال کنه. سوال دوم اتفاقا همین بود. میگفتن خب این چه فایده ای داره، چرا مردم باید بیان شستشوی یه وسایل رو ببینن؟ به خاطر اینکه حس بعد همون چه شکلیه، همون حس رو به چشای مخاطب دارید ارائه میدید. هر چیزی دم دستتونه رو کثیف کنید بدون نیاز به صحبت، بدون نیاز به موزیک، با صدای محیط، اون صدای کشیدنه، این پیس پیس زدن شوینده ها، همه اینا برای مردم جالبه، حس باحالی میده. مثلا سینکو داره تمیز میکنه، 2 تا کات میزنه، صدای اون مایه میاد، صدای این شستنه میاد. یعنی همین که اینا رو برد حس باحالی داد، تو انگار خیالت راحت شد. تمام، دوباره سینک. پرز روی فرش و موکتو داره میگیره بچه‌ها. واقعا بازدید داره، به خدا اینا بازدید داره. هر کدوم از این ایده هایی که دارم بهتون میگم، از این 5 تا قابلیت ساخت کانال شورت ویدیو هم داشته باشه بهتون میگم. مثلا همین ویدیوها رو میبینید همش تو قالب شورت ویدیوه، طرف گرفته چسبونده به هم، حالا گذاشته مثلا گلچین ویدیوها رو، ولی تو قالب شورت ویدیو هم کامل میتونید. کیبورد و اجاش در میاره، تمیز میکنه. ایده دوم غذای خیابونیه. اصطلاحاً ما ایرانی‌ها بهش میگیم غذای کثیف، مثلا سمبوسه، فلافل، نمیدونم خیابون مثلا دیدید دیگه چیزا. اگه مثلا دکه‌ای دارید که فبها،
اگر نه غذایی که درست میکنید و کلا آشپزی بدون صحبت دیگه، حتی نیاز به نشون دادن چهره هم نداره. از روندش بدون موزیک، مگر اینکه توی طبیعت بخواید آشپزی کنید، اونجا با موزیک داشته باشه، ساوند افکت بلبل اضافه کنید، آبشار اضافه کنید، نمیدونم یه سری صدای آرامش بخش. ولی اگه تو محیط خونه، شهر، دکه‌ای چیزی دارید، غذای کثیف و خیابونی میتونید درست کنید، از روندش ویدیو بگیرید، صدای محیط رو بندازید. نیاز نیست صحبت کنید، هیچ کاری واقعا نیاز نیست بکنید. این ایده واقعا بازدید بالایی دارن. یه سال پیش گذاشته 7.4 میلیون بازدید گرفته، صرفا داشته کاسبیشو انجام میداد، داشته کارشو میکرده تو خیابون، فقط ویدیو گرفته. همین ایده اونقدری که فکر میکنید سخت نیست بچه ها. انتخاب کردن یه ایده کاربردی سخته، از اینکه یعنی اجراش سخت نیست. اینکه یه ذره زرنگ باشید، ببینید از محیط اطرافتون بابت چه المانی از اون کار میتونید ویدیو بگیرید، یه ذره زرنگی میخواد. هم مراحل دیگه کامل. صدای جلیز ویلیز روغن همه رو میندازه، چون حس باحالی میده. آها خب، ایده سوم، ایده آشپزی رو جدی بگیرید. ایده سوم ایده خیاطیه. یه خانومی هستش به اسم آرزو، مثلا صاحب کانال ایرانیه، یه سال پیش ویدیو گذاشته 1.4 میلیون. شما همین ایده مثلا خیاطی رو من به یکی از هنرجوام اتفاقا گفتم، توی آموزش هم گفتم، اینجا هم بهتون میگم آقا کاری که دارید میکنید و آشپزی همینطوریش بای دیفالت به طور یعنی پیشفرض بازدید بالایی داره. خب اوکی، ولی دست زیاد شده. آشپزی، خیاطی کارایی هن که ایده های سبزن. خب ما میگیم بازدید بالاشو داره، ولی کاری که قطعاً باعث میشه تو این اشباع شدن کاربرا توی اون هیته کاری کار شما دیده بشه، یعنی قطعاً دیگه مطمئن باشید دیده میشه، اضافه کردن یه چاشنی خاصه، یه المان خاص اضافه کنید. مثلا همین خانوم آرزو خانوم که داره مثلا لباس آورده، یکی از لباسای کهنه که نمیپوشه رو میخواد تبدیل به شورت کنه، یعنی همین چیزو پیراهنه رو میبره و تبدیل به شورت میشه. من اگه جایشون بودم چیکار میکردم که بازدیدم از 1.4 میلیون برسه مثلا به 10 میلیون و 400 هزار تا. یه المان جذاب اضافه میکردم، از اینکه یه کودکی رو میآوردم توی ویدیو، لباس رو اول برایشون پروف میکردم و برای کودکی رو میساختم. چرا؟ چون خیاطی خودش بای دیفالت یه ایده پربازدیده، کودک که دیگه اصلا نیچه کودک فبه هاست، میشد میکس خیاطی ایده سبز و کودک، اینطوری بازدیدش 10 برابر میشد. شما هم همین، سعی کنید یه المان جذاب، یه چاشنی توی ویدیوهاتون استفاده کنید. یه 2 تا تکست ساده هم میزنه آقا، این مثلا پشت و روشه، همین. یه موزیک هم از یوتیوب گرفته دانلود کرده، بدون کپی رایت گذاشته رو. دیگه واقعا بهونه هم ندارید دیگه، طرف ایرانیه دیگه من دروغ میگم، فلانی دروغ میگه. صاحب کانال آرزو اسمش دیگه، میتونید بزنید اصلا ببینید. وقتی شدنیه یعنی برای همه شدنیه. پول در آوردن، من هنر کسی رو نمیبرم زیر سوال، ولی پول در آوردن توی یوتیوب همینقدر مسخره است. از اینکه تو پیراهن کهنه تو بیاری، آره اوکی، تو هنرمندی، تو خیاطی، حرفه‌ای بلدی، تو مکانیکی، آشپزیت خوبه، هرچی، بای دیفالت تو یکی جلویی از کسی که چیزی بلد نیست، ولی تو که داری آشپزیه رو انجام میدی، تو که داری خیاطیه رو میکنی، تو که داری کفش تولید میکنی، تعمیر میکنی، تو که فلان ماشین رو میبری میشوری، فلان وسیله رو میبری میشوری، چرا ویدیوش نمی کنی؟
نه نیاز به صحبت کردن داره، نه نیاز به نشون دادن چهره داره. بگیر تو کامیونیتی انگلیسی آقا هفته به هفته هی پست کن. تش میشه این 1 سال پیش 2,700,000 بازدید. خیلیه، پول میده بهتون. میگم مسخره است، چون یه ویدیوی 20 دقیقه‌ای یهو بهتون 600 میلیون میده و اون ویدیو همچنان هر سال بازدیدای جدید، هر ماه هر روز بازدیدای جدید. این ایده چهارم اگه اشتباه نکنم، تولید یا تعمیر وسایل. مثلا اگه یه جاکت کهنه دارید بیاریدش مثلا شستشو، نمیدونم دوختشو عوض کنید. کفش اگه دارید ببریدش با 4 تا شوینده بشوریدش، مثلا قبل و بعد بذارید توی تامنیل. یه کفش قدیمی پوسیده رو بذارید پلاسیده زرد که توی مثلا بیفور افترش توی تامنیل شما از قبل به بعد تبدیل کردیم اون کتونیه مثلا سفید براق شده. یعنی همینقدر ساده واقعا. تمام. ایده پنجمم که باز میتونید میکس کنید نقاشیه، ولی مثلا اگه جای شما بودم میکسش میکردم با دوباره نیچ کودک، از اینکه همین نقاشیه رو آموزشش رو بیام به بچه ها بدم. یعنی اینطوری خیلی باحال‌تر میشد. یا اینکه مثلا نقاشی ما از کاراکترهای معروف بذارم، نگران کپی رایت و اینا نباشید اصلا. شات حتما از بالا باشه، فیلم برداری زاویه‌اش حتما از بالا باشه، فقط دستتون باشه. یه موزیک پس زمینه هم بندازید، کاراکترهای معروف مثل تام و جری و اینا رو هم بگیرید نقاشی کنید. میگم این خودش بازدید میلیونی داره. ببین 6 ماه پیش 1,400,000، 6 ماه پیش 1,400,000. فکر کن 3 سال بعد این ویدیو چیه. ولی همین 1,400,000 رو بکنیدش 5 میلیون. چجوری؟ همینو برای کودک آموزشی بذارید. مثلا یه الگوریتمی، یه پترنی رو بذارید، بگید آقا اینجوری باید بکشی، اینجوری باید بکشی. نه نیاز به صحبت داره نه چیزی. کودک خودش متوجه میشه، همراه با دست شما میاد اون بچه. تمام. خب رفقا، عشقایی داشت امیر، اگه همسرتون ناراحت نمیشه. 5 تا ایده‌ای که اینجا با هم آنالیز کردیم ایده‌هایی هستن که میتونید تو قالب شورت ویدیو هم استفاده کنید. یعنی اگر نمیتونید ویدیوهای بلند تولید کنید، لانگ فرم بذارید توی یوتیوب، میتونید همین ویدیوها رو کوتاه‌ترش رو تو قالب عمودی، آقا مثلا گوشی رو اینطوری بگیرید میشه کادر فیلم برداری شورت ویدیو یا همون ویدیوهای کوتاه. گوشی رو اینطوری کنید افقیشه، این شکلی بگیرید، میشه ویدیوهای لانگ یا ویدیوهای بلند توی یوتیوب. تو هر دوتا فرم میتونید استفاده کنید از اکثر این ایده ها. نیاز به چهرم نداره، نیاز به صحبتم ندارن، درآمد فوق العاده بالایی دارن. اگه یه ذره چاشنی خلاقیت، میگم تو هر ایده‌ای که دارید پرفورمنس دارید بابتش توی یوتیوب، یه چاشنی خلاقیت بهش اضافه کنید. همین. آقا ایده آشپزی اوکی. فرق امیر که آشپزی میکنه با سمیرا که آشپزی میکنه اینه که سمیرا تهش غذا رو میده مثلا بچهش تست کنه، ولی امیر چیکار میکنه؟ احمق میاد مثلا اینطوری، حالا دور از جون شما، من خودم میاد مثلا صاف و ساده میگه آقا این غذا شد. خب همین غذا رو بده به بچه. یه نیچه کوچیک از جامعه مخاطب بچه هم داری. اصلا ویدیو جذابتره بچه توی تامنیلت باشه، میدونی کلیک بیشتری میگیری. میگم یه ذره زرنگ باشید، ایده های پربازدید رو پیدا کنید، یه چاشنی خلاقیت بهش اضافه کنید. مختص ایرانی است، نه نیاز به چهره داره نه نیاز به صحبت کردن و یادگیری زبان انگلیسی. امیدوارم به کارتون اومده باشه. میتونید رو هر 5 تا ایده بسته به شرایطتون، علایقتون، سلیقتون، رو هر 5 تا یک کدومو که انتخاب کردید مطمئن باشید میتونید که روش حساب باز کنید، یه دید بلند مدت نسبت بهش داشته باشید. ایده ای نیستش که مثلا یه سال بابتش پرفورمنس داشته باشید، پول زدید تموم شد یا مثلا به پول نرسه. نه، میتونید تا 5 سال 10 سال 15 سال رو این ایده ها مانور بدید و حساب کنید، چون ایده های سبزی ان. نظرتون رو کامنت کنید. محتوایی که دوست دارید من بهتون آموزش بدمم حتما توی قسمت کامنت ها برام بنویسید، من میخونم همشو. ویدیو رو لایک کنید اگه براتون کاربردی بود و کانالم سابسکرایب کنید که ادامه آموزش ها رو از دست ندید. رفیقام